اینجا برای رزی یا ژلکا؟ این یه حرف ممکن شما اینجا مرغ منو مرینوت کرده برودکای رزه کردم بعد چقدر نمک کردم مرچ زیره красный перец همه همه رو اجرا کردم یک دمک استاد و жарить میگیرم و نصیب انشالله شاورما مونده مرتبه مزه کرده نوشی جان میکنیم شما دارم با اشتریتم السلام علیکم دوستان عزیز اپا خوراکای شیرین ما مادرای به نهایت مهربان همه کس خوش آمدین به کانال ما امیدوارم که صحت سلامت هستین و این روزا ویدیوی خودمون رو سر میکنیم از طرز تیار کردن شاورما در محیط خانه محصولات هایی که به ما لازم میشوند مایونز کچوپ پامیدور بودرینگ سالادنی لیست گروتکا همین محصولات ها ما در لازم میشود چه خیلی که شما در اول نوار دیدین ما گوشت مرغ مرینوت کردیم жарить کردیم و خیلی ریزه کرده در شاورمای خود استفاده میبریم پامیدور هم ریزه کردیم بودرینگ هم همچنین سالادنی لیست را ریزه نکردم خیلی مونده باور کنین یک شاورمای سوچنی هم با لذت تیار شد چه خیلی که تیار کردم تیار کنین اگر حتما شما ده معقول می شود اپا خوراکای شیرین من میندارم بابت دستگیری هزار رحمت کلام که ویدیوی ما را دستگیری میکنین وقتی پر قیمتی خودتون دریغ نداشته ویدیو ما را تماشا میکنین لایک میمونین کامنتاری مینویسین ای پادپیسات میکنین هزار رحمت کلام اپا خوراکای شیرین ما دیجا میخوام که یک زنی موفقه در شما شناس کنم ای توصیتیم که ای خواهرجان ما علیبیکова اراده میباشند در کمپانی توریتسکی ارسک کار کرده لیدر برآمدگیان میخوان که زنهای ما را کار کردن در کمپانی ارسک به پول آموزانند و کمپانی ارسک محصولات های بهترین داره برای سلامتی برای زیبایی زنها بگیم که برای کسلی قند برای دراز کردن قد برای ذوب برای همه نمود بیماری ها محصولات های شفا بخش داره که ای گیاها تیار شدگیان بعد این کمپانی سرتیفیکات حلال داره دخترها انمی خوراکی ما لیدر شده کار میکنن میخوان که شما را کار آموزانن به پول و محصولات اگر خواهید محصولات دسترستان بکنن یا خوبی دیگهش در چیه دخترها که کمپانی ارسک در تاجیکستان کشوده شدگه با دیلی پر میتونین که نامیروی روی اکران بوده در زنگ زنین نویسین خواهرک ما در شما را رگستراسیا میکنن نوزیکوی کار میفهمونن در جا باشه شاورمای دیگری ما نانم خیلی تیار کردیم در بالای لواش مایونز کردیم کچوپ سالادنی لیست مونده ای بالاش گوشت жарить کردگی را موندیم گوشت مرغ بعد پامیدور بودرینگ با هم خیلی کچوپ میکنیم ای بالاش ماده نمود کچوپ استفاده بردم چون که یک نیمی فرزندا ای کچوپ دوست میدارن یک نیمش ای کچوپ دیگری دوست میدارن برای همین ما هر نمود کچوپ کردم شما میتونین که ای یک نمود استفاده کنین السلام علیکم اپا جانای من همه کسا سوزین خوبین من روز برای شما تیار میکنم شاورما برای شاورمای ما در کار میشوم مایونز کچوپ بعد سالادنی لیست بودرینگ پامیدور و گوشت مرغ رحمت کلام اپا جانا که در ویدیوی پیشینه گپای خوب نویسته در کامنتاریا برای همین من روز برای شما تیار میکنم هم خیلی شاورما اپا جانا تا آخری ویدیو تماشا کنیم من در اوجه رسپاکوفکا کردگیم رنگی در اوچم دستپانه هم در خودم ساختگیم اپا جانا در اینجا باشه من شاورمای دیوم کهیستم شاورمای دیوم رنگی شاورمای یکم میکنیم شاورمام بسیار بد و مزه شید اکام ده مخول شید من اوچم القطایی که میپزن یا که یگان چیز دیگه من روی اوچم دیده یاد میگیرم همه چیزایی که اوچم میپزن بسیار بد و مزه سمبوسه پیروژنی تارت دستای همه اوچه هم خیلی با مزه باشه در کامنتر بنویسه اپا جانا
اپاجانا ویدیو تا آخر تماشا کنیم. باوری دارم که ویدیو در شما معقول می شود. در اوجا من راسپاکوفکای برای دستپانه کردگیم. شما در اوجا می بینه که من برای اوچان دستپانه ساختگیم. اپاجانا من لایک و کامنتاری شما را جدید میکنم. در اینجا باشه ما همراه رقیه جان همه شاورما را پیچاندیم و انم خیلی میمونیم در دخوفکه یک کم ترک میسته خروستیش که میشود بعد میگیریم. این در اینجا باشه شاورمای ما تیار شد. الان ما ایره ای دخوفکه برآوردم، سرخی بد نکردم شه، هم خیلی یک قوقک شده گرفتم شه. در اینجا باشه اپا خوراکای شیرینی ما تیار کردستم. اوگرو باور کنین هوای وطن به نهایت گرمه، یگان چیزی روغنی دیگه خورده نمیشود. برای همین در اینجا تیار کردستم اوگرویی که به یگان روغن انم خیلی تیار کردگیم. چککتی هم خیلی ترشک کرده خوردیم فرزندو قتی. در اینجا باشه اینم خیلی زولمونه چی میگیم دسته زدستیم. این خیلی طرز بریدنش نشانه دادم. اینجا در باشه اینم خیلی زولای ما تیار شده بریدگی علاقه. نگاه کنین چقدر زولای ما خوش اومدن. یگان خیلی نریختن. نگاه کنین وقتی دسته میزنیم نمیریزن، خیلی خوش روک میستن. در اینجا ما نخت داریم، نختی تر کردگی را در کسترول گرفتم، در روی پیلتا موندم، نخت جوشیدک خوش روک پخت مولای مکشید. بعد هر گونه علف ها، شاول، پودینه، گشنیج انم خیلی چیزا همراه کردم. همه همی گیاه هایی که به سلامتی انسان فایده کلان داره هم در اینجا علاقه ما زلینا را همش ریزه کردم. زولمان هم تیاره در اینجا. بعدا در اینجا نخت ما جوشیدک. اینا در اینجا نگاه کنیم خیلی علوی پس در موندم نختی ما جوشید مولوی مکشیدک. بعد چی کردم انمو زلینا را انداختم، یک نیمشه انداختم، شاول قطی پودینه انداختم برای که پودینه و شاول باید بپزه سخت ترکه او را میپزانیم. گشنیچه با هینی تیار شدن میاندازیم. این اینجا علاقه نختی ما ملویم شدگی دخترها. بعد اینجا این زلینا را انداختم، پیاز را انداختم. ویدیو نکرده بودم دخترها. یک دونه پیازی کلونی همی پیازی نو شدگی هست دخترها. انمو پیازی نو مای در ریزه کردم در دروش انداختم. چه خیلی که یادم برآمده که اوشا ویدیو کنم. انمی بعد یمی علف انداختن پیازم انداخته بودم. چه خیلی که در نوار نیومده یادم برآمده ویدیو کردن ده. اینا در اینجا علفای ما پختک ما خمیره انداختیم. اینم خیلی یک کم تری دیگر میجوشانیم. گشنیچ نگاه کنین دخترها نو انداختم برای که گشنیچ تیز میپزه. نپزه هم میگم نداره. پودینه را قطعی شاول اگر که نپزانیم فکر میکنم که مزهش برای خوبتره با. این اینجا در خوراک ما بگیم که تیاره. در کاسه ها میبردارم، آودورک میبردارم برای که هوا به نهایت گرمه. یک ابیتی در بود فرزنده همه گفتن که آودورک میخوریم. من گفتم در طبق چوی بردارم به آب بردارم. گفتم که فرزنده راضی نشدن، گفتن نه آودور برداریم. انم خیلی در کاسه ها برداشته چکه کرده ترشک کرده خیلی خوردیم. اگر که شما در وقت تماشای امی ویدیو یگان چی خورده استین شما دایم اشتهای تام. خداوند هر کجا باشین صحت سلامت باشین. خداوند نگهبانتان باشه. همه وقت در حق همه شما دعاگوییم. شما نیز در حق ما دعاگو باشین. الله ای همه ما راضی باشه. این در اینجا خیر از پاکوفکه دارم.
این رفته خودش داینم خیلی چیزا خوب خریده. چقدر ذوق داره هم خیلی چیزا. 35 نمود وای داره. چی داره؟ 35 نمود خیلی که داره. یا قدی چی کار کرده میشه؟ دستمونه تمام؟ شش طرف بگیری. این اینجا برای رزینه کنی. رزین یا ژلکا؟ ژلکا ای خیلی میزن خواهیم. نه خیلی. این یه حرف هم کن شما. نه. ما دایم دستمونه میسازی؟ اینجا حرف انگلیسی. حرف سی. چی؟ بعد ما دستمونه کنیم دستم دکنم که در کامنتاری ابون کسی اونگه بیزه بنویسه چی؟ های بعد ما میگونگی چی؟ اینا ما صاف بگیم خواهی بچم خواهی. نه قیچی چی نگی نه؟ این اینجا یک تشه اینجا دا اومده. باز بگیم شهرم. پینسیب نداره؟ پینسیب نداره و باید داره. ای با میگیم شد. خانداته چه؟ این رنگی چیه؟ پاسپورت ایره نگاه کنیم چه چیزا کوی اینتریس نه اما دیدم درست این خیلی خیلی دانسته دیلچه های اینه چی باشه؟ اینجا باید مسخشون داما خوشی گریبا ای گلاک بره نیره بی گلاک اینه خیلی هسته با حقش رو طولش دمه ارزه اینه هایده نیست چیل سامان گرفته گمیره اینه دای جرقه جون بخچه دستمونه کده با مرا دستمونه کده اینا بوده ایجاده خودش کده ولی خیلی طرزی تیار کردنش هم نوار میکنم